اینجا کارگاه ساختمانی یا گچبری هست، اما محصولی که در اینجا تولید می شود میکروب‌های سری پلاس هستند که توسط عبدالساقط ساخته می شود. این میکروب ها در قالب کیک تولد و 100% دستساز بدون دخالت پا، البته فعلا در این عنادی ساخته شده و به کیک رحلت معروف است. قربانی با خوردن این کیک لطف پروردگار شامل حالش شده و ویزای اقامت دائم در دیار حق را دریافت می کند. محصول بعد از آغشته شدن به عصاره زیر بغل عبدالساقط وارد مرحله شخصی سازی می شود که این پروسه بر عهده عمر و دمل است. عمر محصول را چون سنگ قبر صاف و دمل یادبودی به شکل ناف روی آن طراحی و در آخر آن را با خاک بهشت زهرا تزیین می کنند. مشابه این محصول را می توانید در چاهای فاضلا پیدا کنید. البته دوز مسمومیت آنها نسبت به این کیک کمتر و عوارض آن ناپایدارتر است. وزارت بهداشت معتقد است این فیلم مربوط به زمانی است که هنوز قاشق و دستکش اختراع نشده است. مستر نز